دوستان عزیز، درد و بیماری ها دو نوعند: دردهای ظاهری، بیماری های جسمانی، و دردهای باطنی، بیماری های قلبی. درد و زخم های بدن با قرص های دارو، با سوزن داروهای طبیبان دوا می شوند، اما دردهای قلب، دردهای روانی، دردهای اخلاقی را قرآن دوا می بخشد. خداوند عزوجل قرآن را وصف نموده گفته: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین. خداوند بندگانش را خطاب کرده، میگوید ای مردم، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، همانا برای شما از جانب پروردگارتان پند و موعظه آمد رسید. و شفاء لما فی الصدور، و دوا برای بیماری هایی که در دل هاست. قرآن شفا می بخشد، نور می بخشد، صفا می بخشد، قلب ها را طبابت می کند. و هدی و رحمت للمؤمنین، و هدایت و رهنما و رحمت برای مؤمنان است.